طربخانه بورک با درود سپاس مزه پسندان را پذیرایی میکند. این همه مدت با پیشنهاد لذیذترین انواع غذا، خدمت رسانی عالی درجه، ما باوری شما را به دست آوردیم. از این به بعد باز هم لذیذتر و بالاتر و زیباتر. بورک، فضای کاملا دوستانه. تلفن برای فرمایش 99 999 2008. با درود گرمتر از خورشید بهاری برنامه نوبتی را شروع میکنیم. موسم بهاری را با اشتراک شبنم عزیز شروع میکنیم. شبنم تاج‌الدین به همتا نازنین، دوستی عزیز من، چندین سال است که رفیقیم و اینک شبنم مهمان برنامه ناگفته ها. سلام شبنم جان. سلام به همه شما، به شما کیورزی جان. سلامی خود را میرسانم. دیر باز شما را ندیده بودم، خیلی بازم یک بار در یک محفل دیدم. خواستم با شما صحبت دور و دراز کنم و وقت نشد. مدت کوتاه وقت بود در اون معرکه تویی. به همین خاطر همین روزی که شما این روز انتخاب کردید و با تمام وجود دوستداری نسبت شما من به برنامه شما حاضر شدم. خیلی خوش آمدید. زیبا آمدید. لباس زیبا، تبسم زیبا. سلامت باشید. شما خودتان زیبا. سیاه با آن خاطر پوشیدید که کمی لاغر نمایید. نه، با آن خاطر نه، خودم رنگ سیاه را بیشتر دوست می‌دارم. 4 سال پیش برنامه تهیه کرده بودیم. در اون برنامه خیلی گریستید. تلخ گریستید و گفتید که حیات اولویتان در صدد ویران شوی است. چی شد؟ سوالی نخستید. بله، وقتی در برنامه شما برنامه شد، بعد برنامه بسیار مرا به همین تمامی که زنگ زد و همه با اون نفرم بر شوهر منم زنگ زدن، با منم زنگ زدن و با من زنگ زد گفت که برنامه آرزو رفتی. گفتم که اگر من برنامه آرزو نمی رفتم زندگی ما با دوام می دادم با تو. دیدی که رفتم ثبت شد، همه یار و رفیق دوستا به تو رساندن. به همین خاطر تو علاقه باید امید خود را کنی که من با تو دیگر زندگی نمی کنم. همینطور به ماجرا، به کشتالگیری و نه. تو گفتی و من گفتم. نه هیچ وقت خیلی نبود. تا حالا ما از بس که فرزند داریم با دوست هستیم. از فرزند خود خبر میگیره. خیلی دوست. من همین رو نمیفهمم. یعنی شما مدت زندگی کردید، عشق و حال داشتید و حالا دوستش خیلی به خاطر فرزند، اگر وقتی پیش فرزندش بیاد به همون خاطر ما سلام میکنیم. پیش فرزندش میاد؟ البته. کمک میکند؟ میکند. کمک میکند. از فرزندش خبردار هست. کدام مدت میآید؟ در دوام یک هفته چند بار میآید؟ مدت 1 سال است که کم میآید. چقدر؟ یعنی در یک ماه چند بار یا در یک هفته چند بار؟ خیلی تیز با فرزندش زنگ میزند، از من احوال پرسی میکند. در یک ماه چند بار میآید؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار. کدام وقت میآید؟ روز، شب؟ فرق نیست. شب هم میآید؟ نه، نمیآید شب، فقط زنگ میزند. اگر شب بیاید زنگ میزند که فرزندش رو گرفته به یک اونجا تماشا. خانه نمیدراید و شب نمیایستد؟ نه هیچ وقت. نه. هیچ وقت نه. فرزندش چند ساله شد؟ این سال صنف 2 شد، 9 ساله شد. دخترچه. بله. خیلی زیبا است. سلامت باشید. با خودتان مانند است نه؟ نه، راستی گپ. با پدرش؟ با پدرش سخت مانندی دارد. اکنون کمتر کلانتر شده است، با منم مانندیش هست. زندگی تغییر یافت؟ به خوبی. به خوبی تغییر یافت. بهتر شد، خوبتر شد. از کدام جهت خوب شد؟ از همه جهت. مثلا حساب میکنیم. مثلا با کار دوست داشته خود شروع کردم. برگشتم. هرچند که نمیخواستم، راستی گپ. چرا نمیخواستید؟ راستی گپ میخواستم زندگی با فرزندان، با شوهر در خانه باشم. نه، حضور چند پیش شبنم گفتید که با برنامه آرزو رفتم، یعنی این معنایان رو داشت که من دیگر نمیخوام زندگی کردن، ولی حضور باز میگوید که زندگی کردن میخواستم.
پیش از برنامه شما من میخواستم زندگی کردن. هرچند که برگشتم نمیخواستم، لیکن من مجبور شدم. چی مجبور کرد؟ بسیار چی در زندگی، خیلی زندگی پست و بلندی های زیاد دارد. اگر روزهای سختش هم گویی باز زیادتر غمگین میشد آدم. ناسازگاری بود در زندگی اویلوی شما با این مرد؟ نه نبود. ما بسیار دوستی خوب بودیم با دیگر. نمیدونم دوستی چقدر بگم. چرا ماجرا نبود؟ نه نبود. پس عامل جدا شوی شما چیست؟ دلیل جدا شویتون چیست؟ یا اینکه از هم خسته شدید؟ نه من خسته نشده بودم. چرا پس جدا شدید؟ خود گناهگار بود کمی نه زیاد. چرا؟ چی گناه؟ نمیخواهم گناه او رو بگویم، برای که من الکی وی رو بخشیدم و میخوام زندگی خوبی از سر برپا کنم. به هر صورت فکر کنم که شاید یگان خانم دیگر در میان مناسبت شما پدید آمد. ممکن. ممکن. با قول ایرانی ها یواش یواش گفتن گیرید اکنون. نه یک نمیخوام گفتم، برای خاطر که اونیز هم یک مرده بود در زندگی من، خیلی رول اساسی بازی میکرد. پس یعنی نفر دیگری پیدا شد و شما دیگر نخواستید؟ نه، اون نفر پیدا شدم. چند نفر پیدا شد. چند نفر پیدا شد، لیکن آنها نتوانستند زندگی ما رو ویران کردن و بعد بسیار بسیار او خود نیز عصبی هم کمتر شد، از ما مونده شد. من فکر میکنم از ما مونده شد. خانم باز است؟ نبود. نبود. با قولی که من میشناختم او نبود. بعد گفتن که همه خیلی بود. یعنی به همین خاطر شما جدا شده؟ نه. اکای آرزو، من میدانم صحبت شما، من وقتی پیش از اینجا آمدن به من گفتن که احتیاط شو که آرزو درباره زندگیت با سوال میتیته. یک بار ام خیلی علاو غلط آنده بود در زندگی تو. این دفعه با سوال میتیته. گفتم خیلی مالش سوال تو. گفت همه چی گپ نزن. و هم خیلی پسیخولوژیستی تو هم خیلی تیار میکنن که تو خودت گپ میزنی، از کامیرا فراموش میکنی. راست میگن. لیکن میخواستم که امروز درباره خرسندی گپ زنین. در وی برنامه من بسیار گریستم و چند نفر به من زنگ زده، بسیار با من دلبرداری کردم. من یک بار مجبور شدم، خیلی رو افتاده شدم که اینقدر من زیق بودم، من اینقدر در زندگی خسته ام چی که اما رنگ وی زنگ میزنن که مثال بیچاره حال. این محبت مردم است. مردم برابر شما گریستند. این دوستداری مردم است. ولی امروز چون تبسم رو میبینیم، اما در زیر همین تبسم های شما باز فکر میکنم که حالا گریه کم کم آمده ایستاده است. گریه هست، لیکن از برای که زندگی من ویران شد، من برای یگان مرد در زندگی خسته شوم، زیق شوم نیست. اکای آرزو، تماما نیست. من فرزندای عزیز دارم. من از فرزندان خود راضی هستم و دوستشان میدارم و با آنها زنده هستم. پسری کلانیتون چند ساله شد؟ این سال 25. 25. زن دادید؟ همین سال نصیب باشد نیت کردیم که علاقه 25 شد. کورس چهارم، در کورس چهارم میخواند. خوش کرد یگان دختری زیبا رو؟ خوش نکرد و ما حالا در گفتگو عروسی خوب هستیم. چگونه دختر رو پیشکش میکنید؟ یعنی میخواهید که خودش انتخاب کند یا به همون طرز سنتی عمه و خاله و بیبی ها یک جای شده رفته انتخاب میکنید؟ او 4 سال در روسیه بود، بعد از اونجا برگشت. برگشت مدت 4-5 ماه شد برگشت و فکر میکنم هر دفعه به من یگان وای میکنه، زنگیری خود رو وای اشاره میکنه. اشاره کرده میسد پس چیز در داخل پایافزال سبزی نمیمونه؟ خیلی نمیکنه. از این چیزا دور است. کمترک بچه شهر که است از این چیزا دور است. فقط چی میگوید؟ خیلی من مادر نمیگد، آیا جون میگن. من فرزندم من آیا میگن. آیا جون خیلی یگان کلین نمیاوی، اینا کاراتو نکنه و شما توی میری معرکه میری برای ما اوقات میکنه، یا که یگون کس دعوت میکنن که خانه تازه کنه اوقات کنه برای ما.
کلیم باشه همه کار میکنه. همین گپا فقط گفته میستد. بعد ما هم فکر کردیم گفتم خیلی 25 در آید کورس 4 شود. از کاری بانکی تمام کرده شده است. در یگان بانک هم ترک اقلا ته کرسی خوب رو برای خود انتخاب کند، کار کند که زندگی خود رو برد. مدت 3 سال در آنجا کار کرد هم درسش رو ادامه داد. مرد شد. بله. من با او یگان چی کمک نکردم و او خود نیز با ما با توانست لااقل کم می باشد پول با من و پدرش روان کرد. با پدرش رابطه دارد؟ تا حال رابطه دارد. شما مقابل نیستید؟ نه. هیچ وقت مقابل نبودید؟ هیچ وقت. پدرش رو هیچ وقت گنده نکردید؟ نه هیچ وقت این کارو نمیکنه. چرا؟ بعضی مادران جدا میشن میگن که پدری تو این وای. شما چرا نکردید این کارو؟ من نمیخوام این خیلی فرزند رو تربیت کردم. هر چی که باشد او پدر است. دعای پدر و مادر رو باید که فرزند گیرد. من با دعای مادر و پدرم سبزیدم امروز. هرچند که وقتی پدر گذاشتن من خورد بودم. لیکن با دعای مادر من سبزیدم امروز. و میخواست همین خیلی با میخوام که پدری پسری بزرگتون هم میآید میرود؟ نه خونه من نمیآید، نه که با در علاقه هستیم. وقتی پسرم خونه او میرود با من زنگ میزند که آمدگی در همین جا است. یگان با روبرو زدید؟ بسیار. ما خشتبار هستیم. در محفل های خونه در همین خشتبار یک خیلی چخیل میگن مرگ و مرده است توی تماشا است. ما وا میخوریم. سلام علیک میکنیم. سلام علیک میکنیم. ما بسیار خش نزدیک هستیم. پسرم کم است. رابطه خویشاوندی شما ویران نشد؟ نه نشد. تماما رابطه خویشاوندی ما مابین خشتبارو ویران نشد. جانی من قربانت بشوم. با موضوع جدیات برمیگردیم. خیریت. خیریت. چی نویگری ها در دنیای سرود و ترانه؟ با فکر من امروز از همین کانال تلگرام، اینستاگرام و از اینجا با فکرم شما هم خبردار هستید که چی گپ هست. کوشش کرده ایستادم با مخلصان، از مخلصان دور نشوم. کوشش میکنم که برای مخلصان، برای جامعه خود یک چیز خوب، یک سرود خوب آماده کنم، پیشنهاد کنم و دست به چیزهای سبک نزنم. ولی به هر صورت من میبینم که شما یک خانم اینستاگرامی نشدید. نه. چرا؟ حالا همه یک پیاله چای می نوشد در اینستاگرام میماند، یک شکلات میخورد در اینستاگرام میماند، یک شیرینی میچشد در اینستاگرام میماند. اما شما چرا از این خانم های اینستاگرامی نشدید؟ ممکن من از مود قفا باشم. لیکن اکا اینقدر دوست نمیدارم همین کارا. بعد یگونجا میروم ثبت میکنم. من حاضر من وقتی کاری رو ثبت کردم موندم. همینم کسی که با ارزنده است همین چی را میمونم. من فکر میکنم که وقتای پیش من از سال 2003 روی صحنه هستم. 22 سال میشود روی صحنه هستم. اما وقتی ما در کاخ باربد من کنسرت موندم، بعد کاخ وحدت کنسرت موندم، در تالارای پرشکوه کنسرت موندم که وقتی ما در کاخ باربد کنسرت میموندیم انشلاک میشد کنسرت ما. کاخ باربد پر کردن آدمم جای خالی نمیموند و آنها میخواستند که یک بار هنرمند از نزدیک بینن. بله. حاضر هنرمندای ما آش زکس میکنن. انا آوردن، انا خوردیم، انا آش تمام شد، انا پسودامون ششتیم، انا برآمده با پرگوکه رفته ایستادیم، انا کوچه میریم، بازار میریم، انا این مگزین در فلان چیز خوش رو. من نمیفهمم این چیزا را. چی میمونه در اینستاگرامتون؟ در اینستاگرام کوشش میکنم چیزهای کاری بسیارتر مونم. مثلا یک سرودی نو آماده کردم، باید که طرز اینستاگرام رکلام کنیم، با دوستان همون چیز رو میمونم که از فلان تلگرام کانالی من یا از فلان کانال یوتیوب میتوانید دسترس کنید. میتوانم در یگان چاره‌بینی خوب آمادگی دیده ایستاده باشم، برآمد داشته باشم، میتوانم اونجا را مونم. با من مینویسن شما هستید نیستید، در کجا هستید؟
بعد یگون صورت میمونم که من هستم، من راه برفته ایستادم به شهر ایسار، به خانه مادر، به خانه دودرو. این کارم بسیار نه همه وقت می شود. شبنم جان، اینقدر صحبت کردیم، در میانه این صحبت یک چیزی اساسی نمی رسد. آوازی زیبای شما. چی میخواهید خونم؟ هر چیزی که دلتون میخواد. بیایید دو ترانه رو پارچه پارچه زمزمه کنیم، یکی از قدیمی ها و یکی از ترانه های نو. از خودم باشه؟ بله. مفتونم کردی خماری بچه، دل خونم کردی خماری بچه، عاشقی زارتم بجان خریدارتم، عاشقی زارتم بجان خریدارتم. مفتونم کردی خماری بچه، دل خونم کردی خماری بچه. عجب عجب، کف میکوبیم هم آمان دوستانی عزیز با افتخاری ترانه شبنم. همین سرود پیر نمی شود، همین سرود از موبایل نمی رود. نمی رود هیچ وقت. این سرود یک نوع شناسنامه ایجادی شما شد. بله بله. از ترانه های جدید اگر نمیدونم تماشا کردید نکردید، یک آهنگ خودم ایجاد کردم و یک ثبت کلیپ هم نبود، یک روی نوار گرفتیم در شبکه اول و بسیار همین سرود رو از شبکه میمونند. شب رازی تو گفتم با ستاره، ستاره شد زی دردم پاره پاره، نمیدانم چرا ای جانی شیرین، تو به پروایی و سازم چی چاره. درختی قامتت پر از گل تر، گل از روی بزیبت میزند سر، نویسم نامت در روی دفتر، که دل در حسرتی تو میزند پر. عجیب، این قدر آوازی شیرین. این آهنگ خودم بود. مؤلف متنش یک دوست پدرم از ناحیه ورزاب، دو سه کتابش رو روان کرد. بسیار سرودهای شعرهای عجیب نوشته است. از اون کتاب الکی من دو سه سرودش رو تیار کردم و همین سرودش رو من آهنگ موندم و ثبت کردیم الکی کلیپ. و با خودم نیز معقول شد نوشت قلم دست این مرد. بسیار هرچند که مرد کلانسال است، شعرهای عاشقی بسیارتر می نویسد. خیر، اکنون شعر و شاعری این جوانی و پیری دیگر ندارد. قلب شاعر همیشه عاشق است. در هوای عشق می تپد. و حالا چی تصمیم ها دارید؟ کنسرت برپا نمی کنید؟ یادم هست آخرین کنسرت شما در کاخ باربد با شهامت گذشت. یک ماجرا است اکای آرزو. ما کاخ باربد را وقتی که بند کردن، برای محکم کردن برای هنرمندا، هست کاخ وحدت است، لیکن اونجا هم آدمش کم میبرد. سال 2015 در اونجا کنسرت خورد و برپا کرده بودم. 1300 نفر آدم. الکی کم است. خیلی کم است. خیلی کم. شما میدانید که کم است. اکنون روز میگن که مثال در کجای طرفای همین پتاسکی یک تالار خوب آماده کرده ایستاده‌اند. من نمیدونم تا چه اندازه این گپ درست است. ما هنرمندا انتظاریم که یک تالار خوب باشد برای هنرمندا. امفی‌تئاتر هم هست. و چی با مایده‌اش برای آرایش دادن نمی شود. نامناسب است. بله و اقلا 3000 آدم برد. تالار باشد که 3,500 آدم برد. چرا 5 نه؟ خیلی باشد که 5 باز خوب میشد. میشود در تالارهای مایده فیلارمونیا من کنسرت میمونند. وقتی اینقدر مصرف میکنی برای دکوراسیا، برای سویت، برای مثال بسیار چیزا، بیلبورد و بانر و رکلام و این چیزها، وقتی بلیت قیمت تر میکنی مردم ما نمیتوانند در آمدن.
اما اگر تعداد زیاد باشد تالار کلان باشد میتوانی یکم ارزان میکنی و آدم بسیار میشود. درست. از همین سبب برای ما هنرمندا خوب میشد یک تالاری 5000 خیلی این هم نگاه نکردم. من در کاخ امفی‌تئاتر با منای فیلارمونیا دولتی یگان چاره‌بینی می شود. کنسرت های گالا کنسرت میگویند در اونجا همه هنرمندا اشتراک میکنیم. باز هم چیکار کنیم؟ جراحی پلاستیکی کردی؟ کی گفت؟ خودت؟ نه نکردم. نکردی؟ کردنی هستم لیکن نکردم. اکا ارزو من دیگه در شما یگان سیکرتو من نمیگم. خیر اگر بکنید هم یگان جای پنهانکاری نیست. حالا همه میکنن. بله. زنها یک طرف، مردها حتی جراحی پلاستیکی میکنن. بله. بعضی مردها تنبلن، مشق کردن نمیخواهند، این روغن شکمشون رو به واسطه چی میگویند؟ حالا میگیرند لیپاساکسیا میگیرند، این چربی شکمشون رو چیزی زیادی نو در کار در بدن میگیرند و اندامشون رو زیبا میکنند. پیکرشون رو زیبا. کردی جراحی پلاستیکی یا نه؟ نکردید؟ کجا کردم؟ مثلا در چهرهتان یگان تغییر وارد نکردید؟ شما من مثال چند سال پیش 4 سال پیش دیدم. با در مدت 4 سال یک بار دیگه هم دیدم. یگان تغییرات دیدید من دوازیر؟ ندیدم اما کمک لب‌هایتان بزرگتر میتونه در نظر. نه لب‌هایم رو نکردم. نکردید؟ لب‌هایم رو راست گپ 2 سال پیش کم تر کرده بودم. 2 سال پیش. نه این جراحی نیست؟ جراحی نیست. بوتوکس؟ نه بوتوکس هم در لب نمیکنن. چی است پس؟ اگر از روی مدیسین نگیریم بوتوکس برای لب نیست. بوتوکس برای اوژنگای روی نیست کردن است. مدت کمی و درسته گپ توصیه هم نمیدیم. برای که این همش خیمیکات است و همش وقتی کم تاثیر میکنه. قربانی شما میشوم. فقط یک خواهش میکنم دیگر با این سوال ها شما رو اذیت نمیکنم. اگر یگان چیزی باز هست در دلتان باشه دارم. خیلی چیزا در من در دل من یک گپ هست با شما صحبت کردن. من انکشاف یافتم و مرا مخلصان بسیار دستگیری کردند و شناختند بسیارتر از روی سرودهای شعرنویسی های اکای آرزو و اکای دوران رحمتزاد. هر یک هنرمند باید که همیشه این چی را در دل خود، در فکر خود و در زبان خود باید داشته باشد که پیشنهاد مخلصان گرداند. و من از اینا سرود گرفتن و شعر نوشتن اینها برای من یک جانی دوباره میداد و من همون سرود و شعر اینها رو با تمام هستی میخواندم که مرا مخلصان دوست داشتند. بله. و از روزی که من روی صحنه باز برگشتم بعد مدت 6 سال طولانی با اکای آرزو اکای دوران حالی ما کار نکردیم. شروع میکنیم لیکن بسیار چند بار من ممکن به خاطر شما نباشد 1 سال نه بود من شما را SMS کردم که پیامک روان کردم اکای آرزو خانه من بیایید. بله. با من جواب نداد. چی با اکای آرزو میتواند سوالای سختیت به هر یک هنرمند من نمیتوانم گفتم. شبنم کوشش میکنم که همین چی را اگر دست خودش اگر برد در وقت مانتاژ هیچ گپ نه که من دل ما گفته ایستادم. من به اکای آرزو به دوران رحمتزاد من دیگر سرود و موسیقی رو نمیبینم به اینها. یک دوست هنرمند داریم، دوست خوبی ما است، دوست اکای آرزو، دوستی من نامش رو نمیگم. با من زنگ زد گفت که همین گفت دوستی ما گفت همین خیلی قطعی ما گفت گپ نمیزند همین خیلی کارای یک خدمت کن. من گفتم مایلی چی خدمت بوده که من در تو خدمت کردم میتون مایلی گفتم. گفت که همین اکای آرزو زنگ میزنی میگی که همین سروده اکای آرزو نویسه برای تو نویسه نامی من نگیری گفت نمی نویسه. بعد من اکای آرزو زنگ زدم در سر یک پیاله قهوه و شما
همین شعری دوستی مرا نوشتید. کنسرت رفت، حالی کنسرت در افیر نرفته است. من همون شب خوجان رفته بودم، شبانه رفتم، نیست به شب بود اکای ارزو با من زنگ زد. سلام شبنم. سلام اکای ارزو. همین تلفن تو ندیدم کو، برای که یک هنرمند خوب دوست خوب دارم که در روی صحنه نیست، با من زنگ زد گفت که شبنم خدمت خیرسانه کردی این دختر ده. گفت من گفتم ای آدم آخه اوقا کاری نیست. گفتم پول خودش بود، فقط من پیشدرا شدم. حالا اینا با یک روز دوست میشوند، با خیلی دوستی من امروز. و همین سخن شما شد؟ بله اکای ارزو. من هم خیلی زیق شدم. بعد چی با زیق شدی؟ من گفتم من همین کارا کردم، من فکر نکن تا این اندازه. من دو سه نفر زنگ زده است که تو چی کار کردی؟ تو نمیکردی کارا باید. آخه من گفتم اینش هم دوست من، اینش هم خیلی موبایل هر توش در اومدم. بعد اکای ارزو با من زنگ زد که شبنم چی با این کارا کردی؟ من تلفن در دستم خیلی موندگیم، از خودم یک چیزای دروغ برآوردم که گویا که رابرت از تشکند سرودی مرا فروخته است. کیم چیو همین در جاش انکدوت کردم. هم من باوری کامل دارم که اکای ارزو با من باور نکرد. خودش هم خیلی گفت که اگر این خیلش باشد مایلش بخشیدم. تا گفت لیکن دیگر نکنی کارا. مایلی گفتم. از همون جا دیگه اکای ارزو با من گپ نزد، دیگه هم صحبت نشدیم. دیگه در یگان جا میدیم همین خیلی سلام تمام. یعنی ما که ما دوستی بودیم که از کنسرت میبرامد راست خانه من میامد یا که اکای دوران گرفته خانه من میامدن تا ساعتای میشتیم یک سرود آماده میکردیم. بله تا سحر میشه. بله کاری خوب کردید. یعنی کاری شما سبب شد که یک ترانه تولد شد. اولین است تولد ترانه مهمتر از همه چیز است. بله ساختن ترانه، ایجاد کردن ترانه این مهمترین کار است که در این کار مخصوص سهم شما است. این قهر من و قهر او، غضب من و غضب او، اینها باید یک طرف باشند. هنر، میدان هنر قهر و غضب و این چیزها رو نمیپرورد. گاهی من هم اشتباه میکنم، این خطای من است. عذر شبنم جان. ولی همش گذشت. وقتی من دیدم بار در اینستاگرام و در یک جا خرسان شدم، آخه من شما نمیقدر قهرگی دارید، لیکن من مبین شما یک چیزی کردم که مثال باید ما سپاس بگوییم. من نمیدونم سپاس ممکن و میگویم سپاس شبنم. خطای من بود. من معذرت میخوام اگر جای شما رو رنجانده باشم. معذرت میخوام. حالا در روبروی همین شما مرا یگان گپ سخت نگفتید. من فقط شما با گپ با خاموشی مرا کشتید. با همین خاموشی شما مرا کشتید. لیکن همین روز همین سرود وقتی من اون روز با شما آهنگ روان کردم که گفتم تستر اینا نوشتید که من میخوانم، نقص جواب دادید. الکی با من یک وای بود. تمام اکای ارزو ساز میشوه. با در ترکیه بودید، انطالیا بودید. بله. برای کنسرت گوگوش رفته بودید. با اونجا هم آواز روان کردید. خیلی با دینا زنگ زدید که من بیا امروز ثبت میکنه. دویده از خواب خسته اومدم. قربان میشوم. و همه این فاصله هایی که میان ما بود من این رو جبران میکنم با شعرهای خوب، با محبت برادری، با احترامی خاصه. و خیر شبنم جان اکنون خوب زهرتون رو چکندید. ده انیقا میخواستم، همین در دلم بود که من اینا در پیش همین تماشابین میخواهم گفتم که چی با اکای ارزو تمام همین زندگی انسان از همین جای دردمندش میقپد. فراموش میکنی که درگیر تو دو سه تا کامیرا هست. همه گپ زده میتی. چی با من گناه خودش نگم که تو من غم دادی با امروز دوستی کو قطعش؟ من اقرارم تسلیم. خطای من است. و سپاس به شبنم. در سیمای شبنم سپاس به همه هنرمندان که هستند و همکاری میکنیم با یکدیگر. من می نویسم، آهنگساز آهنگ می سازد، با صدای زیبا دخترها جوانها می سرایند. این است رفاقت، این است همکاری، این است دوستی ما. و ما یک ترانه با شبنم انشا کرده بودیم که ورد زبانی همگان شد. این ترانه رو من تا کنون گوش میکنم، شبنم نمیداند و
من پنهانی این رو به شبنم هیچ وقت نگفتم. شاید در یک روز 2-3 بار من این ترانه رو گوش کنم با صدای شبنم. مبادا است این ترانه، بسیار دوستش می‌دارم. میخوام که صحبت امروز رو با همین ترانه به انجام برسانیم. بله، در کجایی که نباشم همین سرود بسیار به من موفقیت‌های زیاد آورد. این سرود رو من در خانه شبنم نوشته بودم، به یادم هست و بعد مدت شبنم این سرود رو سرایید. تمام یک ترکیشی فرهنگی، یک ترکیشی هنری به وجود آورد. اگر خاطر داشته باشید گفتید که من در خانه الکی شوهر کرده بودم. در خانه شما گفتید که سرود سال بود، زنگ زدید، به خاطر دارید ندارید؟ ای شبنم سرود آواز گرفته، اقلا بیا جایزه تا گیر. بله یادم هست. و من نخواستم به اونجا رفتم برای که الکی حامله دار بودم، نمیخواستم برویم به اون طرز فربگی و حیران شدم که قدر سرودی هم نبود، لیکن به مردم سرود سال نیست، سرود سالها شد. مبادا شبی که نباشی شراره های دل بمیرند، پرنده ها گریزند از آشیانه خود، سراغ هم دیگر نگیرند. نفس تمام شوم، اسیر دست شام شوم، برای بودن من تو باید بمانی، چو سایه ها به پشت دیوار. به دل سنا بیاری، تمنا بیاری، و مثل هر دقیقه تکرار. نباشی دلگیرم، به زندانی جدایی هات بمیرم. براو. سلامت باشید. میخواهم که این صدا هیچ وقت خاموش نشود، همیشه تنین بیاندازد در هوای هستی ما. سپاس به شبنم جان. سلامت باشید. تشکر که قهر نکردند، تکلیف ما رو بعد این مدت، بعد این فاصله ها پذیرفتند و آمدند به برنامه. فکر میکنم که خاطر شما رو با شبنم این لحظه شاد کردیم. خداحافظی میکنیم. خیر. سلامت باشید.